پایتخت فقط یه سریال نبودش، یه تکه از خاطرات ما ایرانی‌ها بودش، با شخصیت‌هایی که مثل اعضای خانواده‌مون شده بودن، با اون دیالوگ‌ها، با اون دعواها، با اون لحظه‌های احساسی که هر بار دلمون رو لرزوندش. اما پشت این خنده‌ها یه غم عمیق پنهان شده، غمی که شاید خیلی‌ها ازش بیخبر باشن. تعدادی از بازیگران این سریال محبوب دیگه بین ما نیستن و از دنیا رفتن، ولی نقش‌هاشون، خاطره‌هاشون، صداشون هنوز توی ذهن و قلبمون زنده است. توی این ویدیو می‌خوایم با هم مرور کنیم که چه کسانی از خانواده پایتخت برای همیشه از این دنیا رفتن و چه رد عمیقی از خودشون به جا گذاشتن. این یه ادای احترام به هنرمندانیه که با لبخند سم رو پنهون کردن. با ما همراه باشید و بریم سراغ اولین نفر. زنده یاد علی سلیمانی در نقش روحانی در فصل 4. در آثاری همچون وضعیت سفید و داستان یک شهر نقش آفرینی کرده بود. ایشون به دلیل بیماری کرونا مبتلا بود و مدتی در کما بودش. در 21 مرداد سال 1400 به دلیل عوارض ناشی از کرونا دچار ایست قلبی شد و از دنیا متاسفانه رفت. حسین محب احری بازیگر نقش دایی خانم فدوی. جناب محب احری از پیشکسوتان تئاتر و سینما و تلویزیون بودش. ایشون با خانم فرهناز منافی ظاهر که بازیگر هستن ازدواج کردش، ولی بعد از مدتی از هم جدا شدن. متاسفانه ایشون در 26 دی ماه سال 1397 بر اثر بیماری سرطان و ایست قلبی در سن 67 سالگی در بیمارستان لاله تهران درگذشتش. اگه تا اینجای ویدیو مورد پسندت بود، ویدیو رو لایک کن و تا انتهای ویدیو با من باش، چون قراره کسی رو بگم که خود کن. زنده یاد خسرو امیرصادقی بازیگر نقش آقای بیاتی، بازیگر اهل قنچر مازندرانه که معروف به امیر خسرو بود در سریال پایتخت. نقش آقای بیاتی معلم زبان نقی و ارسطو و خواستگار سابق فهیمه رو ایفا کردش. آثاری همچون میرزا کوچک خان، مسافران مهتاب و سهراب نقش آفرینی کرده بودش. در 23 تیر ماه سال 1402 بر اثر بیماری ریوی در سن 72 سالگی متاسفانه درگذشته. و بازیگری که اقدام به خودکشی کرده، زهره پکورصبوره در نقش خودش در فصل 3. بازیگر 43 ساله اهل تهران که در آثاری همچون مسافری از هند، نرگس و دردسرهای عظیم حضور داشته. در حالی که مشغول بازی در سریال بی همگان بودش، در اسفند ماه سال 1400 بر اثر خودکشی درگذشت. زنده یاد اسماعیل سلطانیان در نقش اعضای شورای شهر در فصل 2 در 24 خرداد ماه سال 1402 بر اثر ایست قلبی در سن 69 سالگی درگذشتش. و نفر آخر زنده یاد حسین توشه در نقش منوچهر، پسر بزرگ شهشهانی در فصل 1 در تاریخ 11 آذر ماه سال 1403 در سن 70 سالگی در رشت متاسفانه درگذشت. خیلی متشکرم که تا پایان یه ویدیوی دیگه با ما همراه بودید.